جدیدترین جنگنده نسل ششم ایالات متحده آمریکا بالاخره از راه رسید. این جنگنده آماده است تا در صورت وقوع جنگ جهانی سوم آسمون‌ها رو در اختیار بگیره. اسم این هیولای فوق پیشرفته FAXX هواپیمایی که تعریف برتری هوایی رو برای همیشه تغییر میده. این پرنده مرگبار با طراحی فوق مدرن و آیرودینامیک خاص خودش قابلیت حمل انواع حسگرها، محموله‌ها و سلاح‌ها رو بر اساس نوع مأموریتش داره. اما این تازه شروع ماجراست. سلاح‌هایی که این جنگنده حمل میکنه چیزی فراتر از حد تصوره. FAXX قادر از سلاح‌های انرژی مستقیم یا Directed Energy Weapons استفاده کنه. به زبان ساده یعنی سلاح‌هایی که با انرژی خالص اهدافشون رو نابود میکنن. اما صبر کنید، جالب‌تر از اینم میشه. این جنگنده هم میتونه با خلبان پرواز کنه، هم در حالت کاملا خودکار بدون خلبان میتونه مأموریت‌های پیچیده رو انجام بده. قدرت این هیولا از دو موتور فوق پیشرفته جنرال الکتریک XA100 تامین میشه که هر کدوم قادرن نیروی معادل 45000 پوند تولید کنن. یعنی سرعت و قدرت این جنگنده از هر جنگنده‌ای در تاریخ فراتر میره. و حالا نکته طلایی، FAXX دارای حسگرها و سیستم‌های الکتریکیه که در دل بدنه اون تعبیه شده. این نه تنها دقت و قدرت شناسایی رو افزایش میده، بلکه مقاومت هوا رو هم کاهش میده و سرعت چابکی این جنگنده رو به سطح باور نکردنی میرسونه. جالبه بدونید طراحی مفهومی این جنگنده کاملا تکمیل شده و همکنون در مسیر تولید قرار گرفته و وقتی به دل آسمون بزنه هیچ دشمنی جلودارش نیست. به زبان ساده تر، اگه جنگ جهانی سوم اتفاق بیفته، FAXX همون هیولاییه که سرنوشت جنگ رو رقم میزنه. اگه به این مطالب علاقه‌مندی، راست فکر رو دنبال کن.